Ginati miniana da kabir min jarna Ginati miniana da kabir min jarna Nashabi ki suan novin Hanarun jabir novin Nashabi ki suan novin Hanarun jabir novin Bikhirak nabin dayi kita imanagi serbabita Bikhirak nabin dayi kita imanagi serbabita Manzani bu داشت محسن بهمن ژاپنیه نگه به چه وضعی افتاده. چی فکرشو میکرد بهمن اینجوری 5 سیری باز بشه؟ عجب روزگاری شده. ای بس نمری با کردارو بهمن نیست؟ چه روزگار غریبیه. شیرین برادو پیچونده با دوست پسرش رفته اسکی سواری. آرش کمانگیر معتاد شده. بهمن ما رو ببین چه تصمیمی گرفته. اینی که تا دیروز 24 با من تو باشگاه بود، بدنش شیشلیکه، یک بینال بود به درد بخور محل بود. ببین به چه روزگاری افتاده که چطوری خاموشش کردن. چه روزگار نامردیه. اگه میشه دستا به رفیقمون میکشم. حالم بده واقعا براش. ای داده بر من. خودم سادرم زخودی ارشر مانرن هیا زتای دل خودم سادرم بخیرک نبینی دایی که ده ایمانگی سربابیده بخیرک نبینی دایی که ده ایمانگی سربابیده وانزانی بود دل خازم ندلدانی نداغیده وانزانی بود دل خازم ندلدانی نداغیده علیک سلام. باز دوباره مست کردی؟ آخه مادر تا کی میخوای اینجوری باشی؟ شدیم انگوش نمای محل. بسه دیگه، خجالت بکش. به خدا خسته شدم که جواب بین اون دادم. آبرومون تو محل رفته. حیا کن دیگه. خوشم میاد داستانو میدونی نه ولی خوب بلدی بری خودت نیاری. کاش منم مثل تو بودم. باش درست. هرچی که تو بگی. تو بگو من چی کار بکنم. بگو چی کار بکنم که تو وضعت درست بشه. از این حالت بیای بیرون مادر. قربون تو برم الهی. هیچی نه فقط دلم. خدایا خدایا میگم مطمئنی که خود رحمان و رحیم این سرنوشت واسه ما نوشته. آقی درست نیست. دارم دیوونه میشم. دارم میترکم. خدایا ازم دل خورم. خیلی هم دل خورم. دلم رو شکوندی خودم. زنگ بزنم بچه ها شب بگم بیام باغ از این حال هوا در بیایم. نمیدونم کجا. الو چاکر داداش خوبی؟ قلب منی کجایی؟ ها؟ او دست خوش. جمع کن بچه ها رو شب بیا باغ بشیم یه اشغالی بکن یه 5 سیری تلخی با هم دیگه بخوریم. داداشمی سلطان فدات بشم. زود بیاید دیگه. یا علی خداحافظ. اینم میشینم تو جمع رفیقان میزنم عرق سگی و الان میشینم تو جمع رفیقان میزنم عرق سگی و الان میدونم از همه چی دور میشم غم و ول میکنم و شاد میشم میدونم از همه چی دور میشم غم و ول میکنم یالا 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 آقا سلامتی ننه هامون که بچه هاشون مایی آدم به درد نخور همیشه به درد نخوره. سلامتی رفیقایی که میشه همه جوره خودشون داد. تک تک آقا جمع
فوقیه رفته شاید برگرده ولی دیگه صاحبش کمتر بازی. سرسلامتی رفیقای تو ماندگارم. سرسلامتیتون رو داداش که داشته باشی یعنی کو پشتته، دلت قرصه، جپات سفته، ولی از دستش که بدی دیگه هیچی دلتو نمیبره، نه زمین نه اهلش. بهمن داداش دنیا که به آخر نرسیده، تو هم جوونی باید زندگی کنی، ادامه بده. مشیماد یه کفتره اونم دل پریدن ندارن، بعد انتظار داری من دل زندگی کردن داشته باشم؟ آخه دورتو پر از طلا هم که کنن دیگه به چش نمیاد وقتی الماس تو از دست داده باشی. پس میذارم سلامتی پیکایی که 2 تا بود شد 1، سلامتی تلخیایی که نصف مصرف شد، سلامتی روزایی که نصف ته شد، آخرش هم میذارم سلامتی آدمی که تنها شد. میگم مردنم خیلی چیز جالبی ها، دشمنا رو دوست میکنه، دوستنماها رو رسوا. خیلی هم که ادعای رفاقتشون گوش عالم آدمو جر داده بود، دیدیم که واسه دونه دونه اشکاشون فاکتور نوشتن، ولی قشنگیش اینجاست که بازم حسابشون با ما تصفیه نشد. از قدیم گفتن از عرف شعر روزه، ولی رفیق واقعی 40 سالم که بگذره بازم از عزا در نمیاد، ولی همون از رفیق نما که 40 روزم نمیتونه دوام بیاره. غم جدایی خودش به تنهایی میتونه کمر یه مرد خم کنه، چه برسه به اینکه هر نامردی از راه میرسه یه آجر رو دیوار غمش بذاره. پس میذارم سلامتی داشم که غمش هم مثل خنده‌هاش و خاطرهاش تو دلمون همیشگی شد. آموزه بذار یه قولی رو بهت بدم، هر جا که باشم، هر وقت کلمه رفیق رو شنیدم، نامردم اگه یادت نکنم. این من، این تو، گور پدر دنیا بدون تو. پیمان داداش روحت شد. کجا رفتی رفیق نیم مهرام، به یادت عکس تو بغل گرفتم. داشت به من گفت مفید خودتی مزدر دیگران داشت، خوب تو دیدم از خواب پریدم. گلو پر کنم سر مزارت، چه خوش سلیقه‌ای گلچین روزگار، گلم را چیده ای چرا به یک بار، غریبی میکنم با قاب عکست، گلو پر کنم سر مزارت، چه خوش سلیقه‌ای گلچین روزگار، گلم را چیده ای چرا به یک بار، کمرم شده خم کجایی